بیا من خودم فرام اینجا خیره تا بکم خدا چی به تیخیل آدم همین احمد جان میمورد دیگه آدم رگرد من حولی قطی کارات شناس کنم وظیفات قطی انا این درخت خدا رحمتی مرده که من اینجا به شناندگی آبش نگاه کن فهمیدی؟ قاق شد آب ده آب بسیار شد قاق کن فهمیدی؟ بیا رگرد ای خدا همه شما به یاد دادن هیچی نمو رگرد اینا هر سحر آبش نگاه کن فهمیدی می؟ آب توی نگاه نمی کند رگرد انا منیژه جان شما نامتون منیژه خانه شما یا این احمد جانی من بزنی دویوم حساب میشه شما یک کمینش من زده پیش کردم برای چی پیش کردم میدونید می؟ برای چی؟ انا کاری گفتگی نکرده کاری گفتگی نکرد من که خوشتومن پکه یا جیوه یا میگود برای همیقه کاری گفتگی کن انا از همون طرف سر کرده رفته این طرف هم میبینی فهمیدی؟ هر سحر از 6 تا 6:20 فهمیدی؟ 6:21 که شد مردم گفتن گیر فهمیدی؟ هم تو منم منیجه جان شما شهری ها؟ شما احمد جان از شهر گرفت آمده هم تو مادر جان گفت کمتر کار یاد دید اینا اینجا بالا به تنور هست تنور هر روز چهارشنبه نان میبندی فهمیدی ها؟ و دفعه همون کلینا نان میبندی گفتم ارغمچین که نان بسته مونده است اونجا نان میبندی به معنی که نان میپزی فهمیدی انا این طرف من این طرف من گاو و مال با نگاه کن فهمیدی نگاه کن به معنی که برفته علفش دی مال احمد جان نغز من گنده میو نه خاله جان شما هم نغز خاله جان نه محمد جان یا آچه جان گومه خدا به شکر من این سین مبارکی 76 برسیدم تو بارنش من 8 دیدگی فهمیدی دوره های شما بریم بودگی لبتا نگز دوره های شما بریم بودگی ما کوه زده چپه میکریم شما باشید فقط همین اینو سانی بعد این خیل تلفنت خانه‌اش سوزد حالی هم درست تلفن امری آخه بچه‌تون زنگ میزنه خاله جان کی زنگ میزنه بچه‌تون کی احمد جان زنگ میزنه چی به من به زنگ نمیزند وای ای خدای راه به در آورده چی بلاده به فکر من بچی منه ایناش که این احمد جان آمد یا ماشین احمد جان نمیوی یه بار بین چی نه خاله میلیسای تینجی باشد گپ نزن با فهمیدی من خودم گپ میزنم دهانت مخم کن آماده است از طرفی خدا ما سلام علیکم تینجی باشد میو کجاش ما نازمی درست هستید سلامتی ملیسا شما بله مبارک شود سلامت باشه همین خونه اکی سعدی گجوده باشه خاله جان از کی سعدی بله بلندتر گوید یک کیف کنم ما خونه اکی سعدی همینجا زندگی میکرده اینا همینجا میروید همینجا منه من راست روید دروازه سعدی و این پیشونه تانقتی میزنید خب رحمت آهنین دروازه کلان خب رحمت خانه هاش هم بینید کابتان خب رحمت من گفته بودم که آفتاب با دامن پوشیده نمیشد یک روز این سعدی آنه زارش میبینم گفته بودم من این سعدی دوزده آخر قپیدم برای چی یک کس آمده است اینجا خیلی یک ده همینم یک کار گرفته میبرد این سعدی اکو فکر میکرد که حق مردم خورده میگردد دولت در همچین سر میتید بعد یک کشاله کند که خودت به نبیایی انا همین روز خدا اگر خواهد این سعدی میبرن بعد از یک هفته 14 سالش میتین اما خیلی نگاه کرده میستد سعدی چند بار گفتم تو زنش نمیگویی انا این طرف 2 کیلو این طرف 2 کیلو این طرف 4.5 کیلو بخدا چی آخه چی نگو رنگی از آنی تو بیژوتری نیه و تیلای از آنی وای زنش اکو وای فکر میکند که ما زنها میسوزیم اینا برای همین توی برفتیم که همش آویزان کرده رفت است خود دیگه یگان کس ندارد منم تیلا دارم که ما هم نمی آویزم که خدا رحمتی پاچو دوره های پیش خیلی این گپای مانیمو سعدی اکو تمام آنه زارش میبیند خدا اگر خواهد من گفتم که میقپد اما در آغاز من گفتم این ای خود رفتنش چی نبود مالش تقا جان حتما بیای خونه توی ده بیای خب جان تقاش اوتا سلام بکو حتما میام مالش نغز خب ای وای من نمورم اوینا نقپیدن نبردن دو افجان همی آب شما بان
نه داریم اکا داریم. بعضی داریم. این مسکم یک توپ تینه آج نداریم اکا نداری نه نه نداشته باشه این ما نه داریم اکا جان بعضیش خلال نسو تمام بازی رفت سای میدونی چی یا باشی آپا مونتون چی اکا غم داده اخی اکا شینه ما بازی رو تماشا داریم اکا ای مردا ترسوندی رزونده اخی اکی خینه میشه اخی زنک من نفهمیدم من تنیس باشو کنم یا ایارم мардак ту дар бораи теннис ҳама чиро медонӣ ту ин айёро тамошо куну ёд бигӣ